شهادت میدهم که غیر الله سبحانه و تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. این نفی است. الا الله، و شهادت میدهم که یگانه ذات بر حق، پروردگار حقیقی، معبود حق الله سبحانه و تعالی هست. این جمله عبارت از نفی و اثبات است. صفاتهای الله تعالی بین نفی و اثبات است. الله سبحانه و تعالی وقتی که درباره خود در قرآن کریم معلومات میدهد، الله سبحانه و تعالی وقتی خود را وصف میکند، در وصف های پروردگار بین نفی و اثبات است. بعضی صفات ها را از خود نفی میکند، خیلی که میگوید که لم یلد، الله تعالی تولد نکرد، ولم یولد، تولد هم نشده است، از خود تولد را نفی کرد. ولم یکن له کفوا احد، کسی به الله تعالی برابر نیست، نفی کرد. لیس کمثله شیء، کسی مثل الله تعالی نیست، مانند الله سبحانه و تعالی چیزی نیست. این نفی است. اما اثبات، الله احد، مثلا الله تعالی یگانه است، الصمد، الله تعالی بی حاجت است، اینا اثبات است. شهادت میدهم که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست، نفی است. و شهادت میدهم که یگانه الله حق، پروردگار حق، معبودی بر حق این الله سبحانه و تعالی است. این اثبات است. لا و الا، ساز و برگی امتان، نفی به اثبات مرگی امتان. لا و الا یعنی این نفی و اثبات ساز و برگی امتان. کدام امت، کدام قومی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید و در زیر شعار این کلمه در این دنیا زندگی میکند، دنیا آخرت آنها آباد می شود. نفی به اثبات مرگ امتان، کدام قومی که الله سبحانه و تعالی را نفی می کند، جمله معبودیت را نفی می کند و به بی خدایی ایمان دارد و میگوید در این عالم معبودی نیست، این عالم بدون معبود، بدون پروردگار پیدا شده است. نفی به اثبات مرگ امتان. این گونه قوم، این گونه رویش و منهج از بین مزمحل و نیست و نابود می شود. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. الله تعالی یگانه است، اثبات است. وحده یگانه است، لا شریک له نفی است، شریک ندارد جل و علا، نه در ربوبیتش و نه در نامهایش و صفتهایش، نه در عبادت. باید یگان کس را در عبادت و بندگی و پرستش به الله سبحانه و تعالی باید شریک قرار ندهد بنده.